من توی خانواده بزرگ به دنیا اومدم که دور و برم پر از بچه‌های عمو و عمه بود و اصلا سخت بود بخوام آدم درونگرایی باشم. راستش من بی‌تربیت ترین دختر فامیلمون بودم. یه کارای خطرناکی میکردم که واسه پسرا هم قفل بود. هیچ وقتم به حرف مامان بابام یا کس دیگه ای گوش نمیدادم. یادمه یه بار با خانوادم رفتیم روستامون. هر وقت میرفتیم اونجا تو مزرعه هاش بدو میکردم. شب رسید و من هنوز موتورم خاموش نشده بود. نزدیک بود مامان بابام دعوام کنن که خودم برگشتم. اونام وقتی چهره مظلوم و ترسیدم و دیدن بی خیال دعوا شدن. تا رفتم تو خونه خیالم راحت شد. من فقط 7 سالم بود و زیاد کسی رو تو اون روستا نمیشناختم. خلاصه با یه پسر به نام متیو آشنا شدم. عاشق وقت گذروندم باهاش بودم. یعنی مثل برادر کوچیکترم بود. وقتی به مامان بزرگم راجبش گفتم شوکه شد و ازم پرسید کجا زندگی میکنه. بهش گفتم خونه‌شون طرف مزرعه است. یه مسجد کنارمونه و متیو هر وقت صدای اذانو میشنید گوشاشو میگرفت و میافتاد زمین. همیشه برام عجیب بود که چرا اینجوری بود؟ بگذریم. تعطیلات تابستون تموم شده بود و فقط یه هفته دیگه اونجا بودیم. وقتی بهش گفتم که داریم میریم یهو پا شد و سرم داد زد. دیوانه شدی؟ چطوری میتونی ولم کنی؟ همینجور سرم داد میزد. بعد ازش پرسیدم چته؟ آروم نشد. یه سنگ برداشت و پرت کرد تو پنجره یه خونه متروکه. بعد هر دومون دیدیم یه چیز سیاه از تو خونه رد شد. من فضول هم گفتم بیا بریم داخل ببینیم چیه. متیو قبول کرد چون اونم مثل من ماجراجو بود. راستش گفتم شاید اینجوری یکم آروم بشه. در اون خونه بزرگ و قدیمی رو باز کردیم و رفتیم داخل. نمیدونم چجوری بگم. یه جو متفاوتی داخلش بود. حس می‌کردم یه چیز سنگینی رو سینمه. خیلی فضای خوفناکی داشت. به متیو نگاه کردم ولی انگار نه انگار. منم سعی کردم حسمو نادیده بگیرم و آروم رفتیم داخل. همه چیزو خیلی واضح یادمه. متیو دستاشو کرده بود تو جیبش و خیلی ریلکس و عادی سوت میزد. به جاش من مشتم و سفت بسته بودم و داشت از ترس گریم میگرفت. نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم. چند لحظه بعد چشمامو باز کردم و دیدم متیو دیگه کنارم نیست. همون لحظه یه موجود سیاه وحشتناک دوید طرفم. افتادم زمین و انقدر جیغ زدم تا اینکه همه چیز سیاه شد. وقتی چشمامو باز کردم تو اتاقم بودم. اون روز هیچ کس با هم حرف نزد و آخر هفته هم رفتیم. سال بعد دوباره برگشتیم مزرعه ولی دیگه متیو رو ندیدم. 5 سال از آخرین دیدارمون گذشت. فکر میکردم دیگه هرگز نمیبینمش ولی سال 5 دوباره دیدمش. بهم لبخند زد و خوشبختانه منو یادش بود. خیلی از دیدنش خوشحال شده بودم. یه شب هر دو جلوی خونمون نشسته بودیم و ازش پرسیدم اون روز یادت میاد که رفتیم تو خونه نزدیک مزرعه؟ یه قلوپ از نوشابه‌اش خورد و گفت آره، مگه میشه یادم بره؟ با چشمای اشکی ازش پرسیدم چه بلایی سر من اومد؟ جیغ زدی و قش کردی. بعد یه مکث طولانی سکوت بینمون رو شکست و گفت انگار یه چیزی دیده بودی. با چهره ناراحت بهش نگاه کردم و گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت تو جن اون خونه رو دیدی که دنبال منه. هر وقت صدای اذانو میشنوم میاد منو میزنه. اشکم سرازیر شد. اصلا نمیتونستم باور کنم. مدتی بعدش خانواده هامون با هم نزدیکتر شدن چون پسر عمه اون و دختر عموی من عاشق شدن و با هم ازدواج کردن. دوباره سر و کلش پیدا شده. مامانم توی آشپزخونه ایستاده بود و داشت از ترس میلرزید. من و برادرم جیمیم با کنجکاوی داشتیم بهش نگاه میکردیم. ولی قبل از اینکه چیزی بگیم بابام بلند شد و ازش پرسید مطمئنی؟
لحن کاریزماتیک و جذاب همیشگیش جاشو به صدای پر از استرس و نگرانی داده بود. آره، مطمئنم. بابام چند لحظه توی بهت و ناباوری ایستاد و بعدم آروم یه چیزی به مامانم گفت و سرشو چرخوند به سمت ما. بچه‌ها، یه مرد داره میاد توی دهکدمون. قراره دور و براتون ببینیدش. شاید توی خیابون، شاید توی نیمکت پارک و حتی شاید شبها گوشه ی اتاقتون. به داداشم نگاه کردم و دیدم اون هم مثل من گیج و نگرانه. پدرم ادامه داد و گفت: خوب گوش کنید پسرا، یادتون باشه این بار هر شکلی بود اصلاً راجع به قیافش هیچی نگید. ذهنم پر از سوال شده بود. نمیدونستم مامان و بابام عقلشون از دست دادن یا دارن با همون یه شوخی بیمزه میکنن. بالاخره سکوتو شکستم. بابا راجب چی حرف میزنی؟ مگه کی داره میاد دهکده؟ بابام اومد سمتمون. یه دستشو گذاشت رو شونه جیمی و یه دستشم روی شونه من. میدونم چیزی که میگم زیاد با عقل جور در نمیاد. در واقع اصلا منطقی نیست. ولی از هر دوتون میخوام که قوی و محکم باشید پسرا. باشه؟ به هم قول بدید که اگه مردی رو دیدید که قیافش متفاوت بود هیچ چیزی راجع به ظاهرش نگید. نه به من، نه مادرتون، نه به هم دیگه و نه به هیچ کس دیگه. حتی پچ بشم نکنید. فهمیدید؟ من و جیمی یه نگاه به هم انداختیم و بعد سرمونو به نشونه تایید تکون دادیم. چند روز عادی گذشت. رفتیم مدرسه، اومدیم خونه و بیرون با دوستامون بازی میکردیم. مامان و بابام هیچ وقت حرف اون شب و پیش نمیکشیدن و ما هم به دلایل خاصی اصلا در موردش حرف نمیزدیم. اون شب رفتم تو تختم و آروم گرفتم خوابیدم. خبر نداشتم که فردا قراره وحشتناکترین روز زندگیم باشه. سرویس مدرسه جلوی خونمون نگه داشت. من و جیمی دویدیم داخل خونه تا کیف و وسایلمون رو بندازیم و وسایل بیسبالمون رو برداریم. قرار بود با دوستای دیگمون توی زمین بازی مسابقه بدیم. هوا عالی بود. خنک و خیلی خوب. من و جیمی با تمام سرعت پدال زدیم تا دیر نشه و به موقع برسیم پیش دوستامون. بالاخره رسیدیم به زمین بازی و دیدیم دوستامون منتظر ما هن. دوچرخه هامون رو گذاشتیم و دویدیم سمتشون. وقتی نوبت من شد یادم به چیزی که پدرم یادم داده بود افتاد. دستا عقب، چشا رو به توپ و ضربه محکم توپ. همینجوری که توپ می اومد سمتم حرفای پدرم توی ذهنم تکرار می شد. لحظه که توپ خورد به چوب بیسبالم فهمیدم که موفق شدم. توپ پرت شد توی آسمون و داشت میرفت توی زمین سمت چپی. مایک خیلی سریع بود. سریع‌ترین پسر محله، ولی با این حال نتونست ضربه منو بگیره. با تمام سرعت دوید سمت توپی که انگار داشت میرفت اون سر دنیا. و منم از خوشحالی نیشم تا بناگوش باز شده بود چون داشتیم بازیو میبردیم. اما خوشحالیم زیاد طول نکشید و ناگهان همگی با دیدن اون صحنه خشکمون زد. همه با هم به زمین سمت چپ نگاه کردیم. توپ بیسبال افتاده بود جلو پای یه مرد، یا لااقل چیزی که شبیه یه مرد بود. مایک همینجوری که وایساده بود به ما نگاه کرد. همگی کمی نزدیکتر شدیم تا بفهمیم چیه. چیزی که توی زمین ایستاده بود یه کت و شلوار مشکی پوشیده بود و یه کلاه هم سرش بود، ولی اصلاً آدم نبود. با تمام احترام یه بادکنک بود. انگار یه نفر چند تا بادکنک رو به هم وصل کرده بود و یه آدم بادکنکی ساخته بود و لباسم تنش کرده بود. موهای زرد و کمی بلند بادکنکی، چشمای قرمز بادکنکی و یه لبخند بزرگ آبی رنگ داشت. دماغش هم سبز بود، درست مثل یه خیار رسیده و 2 تا بادکنک خندان شبیه گوشش بود. مارک زد زیر خنده و سکوت شکست. صدایی که هرگز فراموش نمی کنم. افتاد زمین و از خنده دلش درد گرفته بود. بعد پا شد و به چشمای موجود بادکنکی خیره شد. نکنه این همون مردیه که مامان بابا همون خیلی ازش میترسن؟ یه بادکنک مسخره؟ دوباره بلند زد زیر خنده. با اینکه اون روز خیلی طوفانی بود ولی مرد بادکنکی حتی یه ذره هم تکون نمیخورد. فقط همونجا ایستاده بود و با دهن آبیش لبخند زده بود. مایک انگشتشو کرد تو صورت مرد بادکنکی، ولی یهو رفت عقب و انگشتشو از درد گرفت. جیمی پیرهنمو کشید و گفت به نظرم بهتره بریم خونه.
سرمو با تایید تکون دادم. توی سکوت با دوچرخه همون برگشتیم خونه. موقع شام چیزی راجع به ماجرا نگفتیم. ولی جو آشپزخونه یه جوری بود که انگار از قبل میدونستن چی شده. اون شب جیغ وحشتناکی خیابونو پر کرد و از تخت پریدم بیرون. من و جیمی با 2 از پله ها رفتیم پایین و بابام سرمون داد زد که برید بالا بمونید. ولی ما گوش ندادیم. مادر مایک بیرون وایساده بود و همینجوری جیغ میکشید. چراغ همسایه ها یکی یکی روشن میشد تا اینکه دیدیم مادر مایک یه چیزی توی بغلش گرفته. چیزی که همه همسایه ها از دیدنش شوکه شدن. توی بغلش یه ورژن بادکنکی از مایک بود. حتی لباسهای اونم پوشیده بود. مامانش همینجوری جیغ میکشید و از همسایه ها میخواست که به دادش برسن. در حالی که پسر بادکنکش توی بغلش بود و فشارش میداد به زانو افتاد و صدای ترکیدنش خیابونو پر کرد و دیگه چیزی جز لباسای خونش نموند. اسم من نصرته. این ماجرا وقتی 10 سالم بود اتفاق افتاد و هنوزم وقتی یادش میفتم تنم مورمور میشه. اون روز فامیلای بابام اومده بودن خونمون مهمونی و آخر شبم رفتن. من یه خواهر دارم که 7 سال ازم بزرگتره و از اونجا که 2 تا اتاق بیشتر نداشتیم هر دومون توی یه اتاق میخوابیدیم. حدود 2 صبح بود. داشتم با گوشیم بازی میکردم و هنوز نخوابیده بودم، ولی خواهرم خواب بود. مدتی بعد منم خسته شدم و رفتم بخوابم. تختمون 2 طبقه بود. خواهرم پایینش میخوابید و من بالاش. از تخت رفتم بالا، دراز کشیدم و به سقف زل زدم تا اینکه کم کم خوابم برد. ساعت 5:30 صبح بود. کابوس بدی دیده بودم و میخواستم بیدار شم، اما دیدم اصلا نمیتونم چشمامو باز کنم و یا بدنمو تکون بدم. انگار فلج شده بودم. سعی کردم حرف بزنم ولی نمیتونستم دهنمو تکون بدم. بالاخره با صدای خفه‌ای گفتم کمک، که فکر نمی‌کردم هیچ کس تونسته بود بشنوه. اما خواهرم دستمو گرفت و همون موقع از خواب بیدار شدم. بعد ازم پرسید حالت خوبه؟ گفتم آره، میرم یه لیوان آب بخورم، زود برمیگردم. وقتی داشتم از اتاقمون میومدم بیرون حس کردم یکی داره بهم زل میزنه. برگشتم و دیدم دهنش گوش تا گوش بازه و به من خیره شده. چون سرم گیج میرفت فکر کردم خیالاتی شدم. وقتی آب خوردم و داشتم برمیگشتم تو اتاقمون دیدم در یخچالمون بازه و یه سایه جلوشه. چراغا رو روشن کردم و نزدیک بود جیغ بزنم که خواهرم جلوی دهنمو گرفت و گفت ساکت باش. ازش پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ اونم جواب داد شش، مامان و بابا بیدار میشن، دارم نودل درست میکنم، تو هم میخوای؟ یهو دلم ریخت پایین. گفتم از کی تو آشپزخونه بودی؟ 1/2 ساعتی میشه. داشتم دنبال فلفل میگشتم. اگه خواهرم قبل از من اونجا بوده پس کی تو اتاقمون بود که منو بیدار کرد؟ داشتم از ترس میمردم. بعد از اون روز دیگه تو اتاقمون نرفتم و با مامان و بابام خوابیدم. الان 7 سال از اون ماجرا میگذره و من هنوزم که هنوزه یادم نرفته. وقتی این اتفاق افتاد 14 سالم بود. جایی که زندگی میکردیم دقیقاً کنار جنگل بود و البته بچه‌ها اجازه نداشتن که برن داخلش. اما من و دوستام معمولاً یواشکی میرفتیم اونجا تا قایم موشک بازی کنیم. همه چیز خوب و خوش بود تا اینکه اون روز رسید. یه روز کاملاً عادی بود و روحمونم خبر نداشت که چه بلایی قرار سرمون بیاد. 13 مارس بود. من و دوستام تازه از مدرسه برگشته بودیم تا مثل همیشه تو جنگل بازی کنیم. هر چند روز ماجراجوییمون گل کرد و تصمیم گرفتیم از یه راه جدید بریم. اما مدتی بعد فهمیدیم که گم شدیم. داشتیم دور اطرافمون رو نگاه میکردیم تا یه راهی پیدا کنیم که چشممون به یه تبر خونی توی یه تنه درخت افتاد. ناگهان من رومو برگردوندم و پاهام از ترس شل شد. دیدیم که یه جسد توی برکه افتاده. خیلی وحشت کردیم. جسد جنگلبانمون بود. همیشه مواظب بود تا بچه‌های شیطونی مثل ما توی جنگل نرن.
صحنه فجیعی بود و پشت بدنش کاملا پاره شده بود. ناگهان چارلز گفتش که بچه‌ها زود باشین فرار کنید و از یه مسیر دیگه دوید و دوست دیگه هم لوک هم پشت سرش رفت. من و اون یکی دوستم همینجور با ترس راه میرفتیم که یهو صدای جیغ لوک رو شنیدیم. یه کم بعد دیدیم داره با سرعت برمیگرده سمت ما، ولی همون موقع 3 تا گلوله خورد توی سر و کمرش. بعد یه مرد از توی تاریکی‌ها پیدا شد. جسد لوک رو بلند کرد و با ولع گوشتشو کند و خورد. قشنگ صدای ملش ملوششو میشنیدیم. بقیه‌مون با تمام سرعت از اونجا فرار کردیم. حتی جرئت نداشتیم به عقب نگاه کنیم. اما همون موقع دوستم جیمی که داشت کنار من میدوید توی یه تله گیر افتاد. وایسادم و سعی کردم بندو از پاهاش باز کنم، اما یهو دیدم اون روانی داره میاد سمتمون و راه دیگه ای جز فرار نداشتم. تو راه دوستم چارلز رو هم دیدیم که داشت جلوتر از من فرار میکرد. دیگه فقط چشمامو بسته بودم و میدویدم که یهو یه چیزی از ناکجا خورد تو سرم و افتادم زمین. وقتی به بالا نگاه کردم دیدم پاهای جیمزه. مثل فشنگ از اونجا فرار کردم و بالاخره برگشتم به خونمون. وقتی برای مامان بابام ماجرا رو تعریف کردم فوری به پلیس زنگ زدن و اونا هم اومدن تا مرد توی جنگل رو دستگیر کنن. خوشبختانه توی جنگل پیداش کردن و درجا هم دستگیر شد. معلوم شدش که یه آدم خار بوده و ظاهراً علاقه خاصی به فیلم سکوت بره ها داشته. و وحشتناکتر از همه اینه که عرضه کننده یه گوشت 10 فست فود و رستوران بوده. در نهایت به جرم قتل چندین انسان در طول 10 سال به مرگ محکوم شد. این اتفاق باعث شد وگان بشم و حالا دیگه نمیتونم به هیچ نوع گوشتی لب بزنم. برام خیلی وحشتناکه. سلام، اسم من کارنه. این اتفاق چند سال پیش افتاد وقتی دانشجوی سال دوم بودم. یه روز من و 2 تا از دوستان به نام کارلی و جنی تصمیم گرفتیم بریم خونه کارلی و شب اونجا بمونیم. چون شنبه بود و فرداش تعطیل بودیم. حدود ساعت 6 رفتیم خونه کارلی. جنی یکم قبل من اومده بود. من همزمان با پیتزا دلیوری رسیدم. خلاصه پیتزاهامونو برداشتیم و رفتیم اتاق کارلی. حرف زدیم و یه ساعتی تو تیک تاک و اسنپ چت چرخیدیم. ساعت 7 بود و حوصلمون سر رفته بود. بنابراین کارلی پیشنهاد داد که بریم تو استخر شنا کنیم. همه قبول کردیم و مایه‌هامونو پوشیدیم. استخر کارلی یه وسیله داشت که رنگ آب استخر رو تغییر میداد. پریدیم داخل و یکم آب بازی کردیم. آبش تا سینمون میرسید. همینجور نشستیم و هر از گاهی از آب می اومدیم بیرون و دوباره می پریدیم وسط استخر. دقت کردیم که رنگ آب استخر اصلا قرمز نمیشه و فقط نارنجی، صورتی و بنفش میشد. ولی قرمز نه. چند دقیقه بعد از این که گفتیم چرا رنگ آب قرمز نمیشه، یهو رنگ آب استخر قرمز شد. اونجا بود که من یه نگاه به حصار حیات انداختم و چیزی دیدم که بدنم یخ کرد. 2 تا چشم زرد دیدم که بدون پلک زدن به من خیره شده بودن. کارلی و جنی متوجه اون چشم‌ها نشدن چون هنوز داشتن از اینکه رنگ آبی یهو قرمز شده میترسیدن. همگی تصمیم گرفتیم که بهتره برگردیم داخل. از استخر اومدیم بیرون و حوله هامونو برداشتیم. جلوی در ساختمون وایسادیم و همینجور که حرف میزدیم موهامونو خشک میکردیم. بهشون راجع به اون چشمای زرد گفتم. ولی زدن زیر خنده و گفتن نمیخواد الکی ما رو بترسونی. رفتارشون خیلی ناراحتم کرد. اصلاً نمیدیدن که من چقدر ترسیدم. اما به دل نگرفتم. نخواستم شبمون رو خراب کنم. رفتیم تو خونه و نوبتی دوش گرفتیم. آخر شب تو اتاق کارلی بودیم و داشتیم یه فیلم نگاه میکردیم. من باید میرفتم دستشویی، برای همین پا شدم از اتاق رفتم بیرون. داشتم راه میرفتم و دنبال دستشویی میگشتم چون تا حالا خونش نرفته بودم. رسیدم به راهرویی که یه پنجره باز داشت. نمیدونم چرا ولی به بیرون نگاه کردم.
دوباره همون 2 چشم زرد رو دیدم. داشت به من زل میزد. ترسیدم و با 2 برگشتم تو اتاق کارلی. ولی تصمیم گرفتم چیزی بهشون نگم، چون میدونستم حرفمو باور نمیکنن. حدود 12 بود که تصمیم گرفتیم بخوابیم. چشمامو بستم و خوابم برد. ولی کابوس اون چشمهای زرد رو دیدم. نشستم تو رخت خواب. کنجکاو شدم بدونم اون چشمها مال کی بوده. رفتم سراغ پنجره‌ای که اون چشمها رو دیدم و فکر کنم میتونید حدس بزنید چی شد. چشمها اونجا نبودن. یکم ترسیدم. برای همین برگشتم و تصمیم گرفتم دیگه بگیرم بخوابم. دراز کشیدم رو تشکی که پهن کرده بودیم. روم به سمت کمد کارلی بود. متوجه شدم که در کمدش یکم بازه. سعی کردم چشمامو به تاریکی اتاق عادت بدم ولی نمیشد. بعد دیدم یه چیز زردی توی کمده. یه دفعه یادم به اون چشمای زرد افتاد. آروم بلند شدم تا کارلی و جنی بیدار نشن. در رو باز کردم و یه مرد ترسناک با لباسهای کثیف از کمد پرید رو من. دیدم چشماش زرد روشنه و فهمیدم همونه که قبلا دیدم. غش کردم و تو بیمارستان بیدار شدم. گیج شده بودم. واسه همین از جنی که کنارم بود پرسیدم چی شده؟ گفت با صدای جیغ من از خواب بیدار شدن که داشتم به کمد نگاه می‌کردم و دیدن یهو رو زمین غش کردم. بهش گفتم یه مرد تو کمد بود ولی اون گفت تو اتاق هیچ کسی جز من، کارلی و خودش نبوده. گویا در اثر شوک حمله قلبی کرده بودم. هنوزم که هنوزه نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود و کی یا چی بهم حمله کرد. به بچه هایی که جلوم بودن نگاه میکنم. پسرا و دخترای خندون تو یونیفرم های مرتب، موهای شونه شده، منظم تو صف وایساده بودن. همشون امیدوار بودن که بتونن وارد مدرسه من بشن. درسته، مدرسه من با بهترین استخرهای شنا در حد المپیک و آب تمیز و درخشان. مدرسه من با کلاس‌های هنریش و بهترین معلما و مربی‌هایی که میشد خرید. هر دانش آموزی آرزو داره که وارد مدرسه من بشه، ولی من فقط بهترینا رو انتخاب میکنم. بهشون میگم لباستون رو عوض کنید و بعد میبرمشون سمت استخر. مثل دلفین تو آب شیرجه میرن و با هم مسابقه میدن. با دقت نگاهشون میکنم تا ببینم دست و پاهاشون سالم و قویه یا نه. یکی از پسرها توجهمو جلب کرد. از بقیه خیلی سریع‌تر بود، خیلی قوی‌تر. و تا به آخر رسید و یه دور زد، دوباره برگشت و شنا کرد. پوستش زیر نور خورشید می‌درخشید و قطره‌های آب از بدن زیباش پایین می‌ریخت. بعد از شنا با افتخار بهم گفت که اسمش پیتره و منم بهش گفتم با افتخار تو رو تو مدرسم قبول می‌کنم. حسابی ذوق کرد و از هیجان گونه‌هاش سرخ شد. پدر و مادرش اشک شوق می‌ریختن. با هیجان قرارداد و امضا کردن. وقتی تموم کارای کاغذی تموم شد بردمش تا آمادش کنم. گفتم دراز بکشه رو تخت و چاقوی نقره‌ایمو تیز کردم. بعد محکم زدم تو دستش. خون ازش فواره زد و همه جا پاشیده شد. داشت میچکید رو زمین. پیتر از درد ناله کرد ولی میدونستم پسر شجاعیه. با احتیاط گذاشتمش رو ویلچر و بردمش تو ماشینم تا به بهترین مدرسه ورزشی دنیا ببرمش. میدونستم اونجا خیلی موفق میشه. هرچی باشه ما همیشه تو بازی‌های پارالمپیک مدال طلا رو میبریم. همیشه. هرگز پشتتو به غریبه ها نکن. این چیزی بود که مامان بزرگم هر روز بهم گوش زد میکرد.
مامان بزرگم وقتی 43 سالش بود هر 2 تا گوشاش پاره شدن و خورده شدن. این داستانشو هر روز برام تعریف میکرد. حتی الانم که دیگه 20 سالمه هر روز گیرم میاره تا دوباره برام ماجراشو بگه. اون مرد گوشم و جوید، انقدر محکم گاز گرفت که اولش فکر کردم سگ گازم گرفته. جیغ کشیدم ولی اون گردنمو گرفت و بهم گفت خفه شو وگرنه زبونتو میخورم. بعد دندوناشو تون تون بهم فشار داد. خیلی وحشتناک بود. هنوزم وقتی صدای جویدن غذا میشنوم تنم میلرزه. بعد از اون روزم دچار لکنت زبان شدم. 20 سال پیش بود و محلمون زیاد محله امنی نبود. نه تنها گوش مامان بزرگم بلکه گوش خیلی از زنای دیگه توسط اون مرد خورده شده بود. ولی پلیس نتونست ردی ازش پیدا کنه. اما من به مامان بزرگم اطمینان خاطر دادم و بهش گفتم نگران نباشه، چون الان دور زمونه عوض شده. ولی همیشه بهم میگفت وقتی میری بیرون گوشاتو بپوشون. بهش گفتم یه روز گوش اون عوضی رو پاره میکنم و برات میارم. تا اینکه یه روز تو خیابون یه پیرمرد بی خانمانو دیدم. دلم خیلی براش سوخت و یکم بهش پول دادم. ازم تشکر کرد. داشت یه چیز عجیبی میخورد. ازش پرسیدم چی داری میخوری؟ لبخند زد و جواب داد این گوش خوکه. تعجب کردم و گفتم چرا داری گوش خوک میخوری؟ با لبخند گفت راستش واقعا دلم میخواد گوش آدم بخورم، ولی چون الان چیزی ندارم مجبورم همینا را بخورم. ولی گوشت میبینم دهنم آب میفته و عقل از سرم میپره. ممکنه تبدیل به سگ بشم و گوشاتو بخورم. پس بهتره بری. بعد مثل از قحطی اومده ها گوش خوکو خورد. قلبم اومد تو دهنم. ازش پرسیدم تا حالا گوش آدم خوردی؟ و آروم جواب داد نه تا حالا امتحان نکردم، ولی یه نفر بهم گفتش که گوش آدما واقعا خوشمزه است. بعد ناگهان داد زد اون گوشمو جوید و یهو گفتش که واقعا خوشمزه است. بعد همینجوری از مزهش تعریف میکرد. تازه اونجا بود که فهمیدم طرف گوش نداره. شوکه شدم. خیلی ترسیده بودم و میخواستم سریع فرار کنم، ولی پامو گرفته بود و نمیذاشت برم. بعد بهم گفت دلم میخواد گوشاتو بخورم، اصلا پول نمیخوام، میشه فقط یه گاز از گوشت بزنم؟ لبخند زد و دندوناشو بهم نشون داد. دندوناش خیلی تیز بودن. هلش دادم و سریع فرار کردم. وقتی رسیدم خونه از مامان بزرگم پرسیدم قیافه اون مرد رو یادته؟ سرشو تکون داد. مامان بزرگم چهرهشو توصیف کرد و منم کشیدمش. ولی وقتی نقاشیش تموم شد شوکه شدم، چون نقاشی خیلی شبیه اون مرد بی خانمان بود. چشمای نیمه بازش، دماغ پهنش، دندونای اره مانندش و مهمتر از همه خنده چندشش هم همون بود. صدای خندش خیلی بم بود و وقتی اداشو در آوردم مامان بزرگم گفت خودشه. گفت دقیقاً همین جوری میخندید. این یعنی مرد بی خانمان همون عوضی بود که این بلا رو سر مامان بزرگم آورده بود. با اینکه دیر وقت شب بود ولی رفتم همون جایی که مرد بی خانمان بود. همونجا دراز کشیده بود. دویدم سمتش و گفتم تو همونی که گوش مامان بزرگمو جویدی؟ بعد جواب داد عکسی از مامان بزرگت داری؟ اگه ببینم حتما یادم میاد. یقه‌شو کشیدم و گفتم اون زنی که تهدید کردی و زبونشو میخوردی یادته؟ آره یادمه، ولی تعداد زنایی که تا حالا خف کردم باید بیشتر از 10-20 نفر باشه. خیلی عصبانی بودم. خواستم گوشاشو پاره کنم ولی بدبخت خودشم گوش نداشت. انگار فهمید دارم به چی فکر میکنم و بلند بلند خندید و گفت خودم گوش خودمو خوردم. خیلی خوشمزه بود، اینقدری که اصلا دردی حس نکردم. خب چرا به آدم فقط خودت 2 گوش داده؟ خیلی دلم بیشتر میخواد. یه دفعه حمله کرد سمتم تا گازم بگیره. محکم و با تمام قدرت یه مشت زدم تو صورتش. دادش رفت هوا و افتاد زمین. ولی من همینجور انقدر زدمش تا بالاخره از هوش رفت. از صورتش عکس گرفتم و برگشتم خونه. عکسشو به مامان بزرگم نشون دادم. شوکه شده بود. وقتی ازش پرسیدم همین بوده؟ گوشاشو با دستاش پوشوند و سرشو تکون داد. بعد از اون دیگه مردو تو خیابون ندیدم
و مامان بزرگم هم دیگه حرفی ازش نزد. اون موقع 11 سالم بود. توی خونه خیلی بزرگ زندگی می کردیم. یه اتاق خالی داشتیم که دیواراش قدیمی بودن و هیچ پنجره‌ای نداشت. مامان و بابام هیچ وقت ازش استفاده نمی کردن. برای همین تصمیم گرفتم بشه اتاق دومم. مامانم یه فرش آنتیک داشت. با فرش، یه چراغ و چند تا بالش اونجا رو دکورش کردم. همیشه هر وقت از مامان بابام عصبانی بودم میرفتم تو اون اتاق. گاهی یه صدای عجیبی مثل خراشیدن میشنیدم ولی فکر میکردم موشه و اهمیتی نمیدادم. یه روز مامان بابام دعوام کردن چون تو مدرسه با یکی گلاویز شده بودم. منم خودمو تو اتاق حبس کردم. داشتم گریه میکردم ولی بعدش همونجا خوابم برد و نصف شب از خواب بیدار شدم. از پنجره اتاقم صداهای عجیبی میشنیدم. انگار یکی داشت میزد به پنجره. تک تک تک. برگشتم و نگاه کردم اما هیچی نبود. برای همین دوباره رو فرش دراز کشیدم اما بعد یه صدایی از در اومد. مثل همون صدایی که از پنجره می اومد. تک تک تک. آروم نگاه کردم. یه زن سفید پوش با موهای خاکستری روشن اونجا ایستاده بود. خیلی ترسیدم و ازش پرسیدم چرا هی در اتاقمو میزنی؟ ناگهان فهمیدم که نباید چیزی میگفتم ولی دیگه دیر شده بود. سرشو چرخوند سمتم. دهنش خیلی بزرگ بود و چشماش خیلی کوچیک بودن. اومد پیشم و آروم تو گوشم گفت منتظرم تا بیدار شی. نمیتونستم جیغ بزنم نه مامان بابامو صدا کنم. انگار یه چیزی جلوی دهنمو گرفته بود. بعد بهم گفت دفعه دیگه از اینم بهتر میشه. بعد از خواب پریدم و صبح شده بود. از چیزی که گفته بود وحشت کرده بودم. منظورش چی بود؟ وقتی خواستم برم بیرون دیدم رو در چند تا خراش کوچولو افتاده که میدونستم قبلا اونجا نبود. به مامان بابام گفتم چی شده ولی حرفمو باور نکردن. دیگه هرگز تو اون اتاق نخوابیدم. فکر کنم وقتی بهم گفت منتظرم تا بیدار شی منظورش بیدار شدن از خواب نبوده و معنی عمیق تری داشته. سلام، من طرفدار پر و پا قرص کانال شمام و میخوام داستانم رو تعریف کنم. راستش ترجیح میدم ناشناس بمونم که زیاد تابلو نشم. میدونید که چی میگم. فقط میتونم بگم که یه زن هستم اهل نروژ. پس اگه فارسیم زیاد خوب نبود ببخشید و امیدوارم بتونید بفهمید چی میگم. و امیدوارم داستانم رو تا آخر ببینید و حتما بعدش بهم بگید که به نظرتون اون چی بوده. این ماجرا مربوط به زمانیه که 14 سال داشتم. با بچه‌های کلاس نهم و یکی از معلم هامون رفتیم کنار یه رودخونه اردو. روز اردو همه با دوچرخه هامون از مدرسه تا محل اردوگاه رفتیم. بعدش هم اونجا قایق رانی کردیم. تو هر قایق 2 نفر بودن و منم داشتم با یکی از همکلاسیام پارو می زدم. دختر خیلی خوبی بود ولی خب زیاد با هم صمیمی نبودیم. بذارید یه تصویر ذهنی از اردوگاه بهتون بدم. تصور کن توی جنگل انبوهی و دور تا دورت با درخت احاطه شده. از ساحلم میتونی یه جزیره کوچولو وسط رودخونه ببینی. یه رودخونه کوچیک‌ترم بود که وقتی ازش رد میشدی اون طرفش یه کلبه چوبی بود که یکی توش زندگی میکرد. یعنی معلممون اینجوری میگفت. داشتیم با هم کمپیامون وسایلامون رو در میآوردیم و میذاشتیم تو چادر. چادرامون از قبل توسط کلاس نهمیای دیگه نصب شده بود چون قبل از ما اومده بودن اردو. من و یکی از دوستای صمیمیم و 2 تا دختر دیگه تو یه چادر بودیم. بعد از ظهر آتیش درست کردیم، ناهار خوردیم و بعدش هم هر کار خواستیم انجام دادیم. بعضیا رفتن قایق سواری و بقیه هم رفتن جنگل گردی. من و دوستم هم رفتیم قایق سواری و اون اطراف چرخ زدیم. بعدش هم رفتیم کنار چادر و قبل شام کمی ریلکس کردیم. شام که خوردیم نشستیم دور آتیش و با معلممون بازی کردیم. و بعد در مورد شایعه سگ حرف زدیم. شایعه بود که یه سگ ولگرد سپاه هست که اون اطراف میچرخه. بعضیا میگفتن که سگو دیدن ولی خیلی هم باور نمی کردن. من خودم هم مطمئن نبودم که شایعه ها درسته یا نه. یعنی اون موقع ها به روح و این چیزا اعتقاد داشتم ولی با این حال 100% مطمئن نبودم. یعنی نه تا قبل از اون شب. میگفتن سگ ولگرد مال یه شکارچی بوده که مدتها پیش گم شده. جسدش پیدا نشده بود و میگفتن سگش همچنان داره دنبالش میگرده. هیچکی نمیدونست که چه بلایی سر اون شکارچی اومد یا هنوز زنده است یا نه. خورشید داشت غروب میکرد و جو ترسناکتر شده بود. از اونجا که ماه سپتامبر بود هوا زودتر از قبل تاریک میشد.
مدتی بعد از اینکه راجع به سگ حرف زدیم، یه صدای شلپی از رودخونه اومد. تاریک شده بود و نمیتونستیم چیزی ببینیم. همه جیغشون رفت هوا و بعضی هم فرار کردن. ولی یکی از همکلاسیامون بود. بیشعور فکر میکرد خیلی کارش بامزه است. میخواست مثلا فکر کنیم روح شکارچی از قبر آبیش اومده بیرون. قلبم داشت مثل چی میزد. به نظرم اصلا شوخی بامزه‌ای نبود. بعد از اینکه یکم آروم شدیم دوباره دور آتیش بازی کردیم. اون شب قبل از اینکه بریم تو چادرامون بخوابیم، معلممون گفت همگی داخل چادرتون میمونید و هیچ کس اجازه نداره تو تاریکی بره تو جنگل. بعد از اینکه به معلممون شب بخیر گفتیم، یکم دیگه دور آتیش نشستیم. راستش من هنوز به خاطر اون شوخی مزخرف دست و پام میلرزید. مدتی بعد همگی رفتیم تو چادرامون و خوابیدیم. البته من و دوستم قبل خواب یکم حرف زدیم با هم. خوابیده بودم که صدای بو کشیدن یه سگ و دور و بر چادرمون شنیدم. خیلی ترسیدم چون صداش خیلی واضح می اومد. اونجا بود که فهمیدم ماجرای سگ شایعه نیست. خودمو کشوندم سمت میله وسط چادر. آخه می ترسیدم وقتی خوابم سگه از بیرون به هم دست بزنه. باید بگم که چادرمون خیلی بزرگ بود و شبیه چادرای سرخ پوستی بودش. یه میله وسط چادر بود که اونو نگه می داشت. خلاصه بعدش یه اتفاقی افتاد که از صدای سگ خیلی ترسناکتر بود. چند دقیقه گذشت و سعی کردم دوباره بخوابم. راحت نبودم و بالاخره خوابم برد. اما بعد حس کردم یه کسی یا چیزی داره سرمو لمس میکنه. از جام پریدم تا ببینم چی بوده. یکم دور و برمو نگاه کردم ولی هیچی اونجا نبود. اما بعدش ناخودآگاه به طرف دیگه یه چادر نگاه کردم و چیزی دیدم که قلبم وایساد. یه سایه بیرون چادرمون دیدم. سایه یه مرد با کلاه ماهیگیری. حتی یه ذره هم تکون نخورد. مثل مجسمه بی حرکت وایساده بود. باید بگم که ما فقط یه معلم مرد همراهمون بود و مطمئنم که لباس ماهیگیری هم نپوشیده بود. خوشگم زد. دوستم هم یکم بعد از خواب بیدار شد و دیدش. عکس‌العملش دقیقاً مثل من بود. سر جاش خشک شد. واقعا نمیدونم چجوری، ولی سعی کردیم که به روی خودمون نیاریم و بگیریم بخوابیم. البته من که کل شب خوابم نبرد. همش خدا میکردم که زود صبح بشه. صبح بعد از چادرمون رفتم بیرون تا ببینم بوته‌ای چیزی بوده که به شکل سایه ماهیگیر در اومده باشه. اما دیدم پشت چادر فقط یه دیوار صخره‌ای بود که ارتفاعش تا شونم میرسید. نه بوته‌ای بود، نه مترسکی و نه چیزی دیگه. فقط طنابی که چادر نگه داشته بود. دیگه بیشتر ترسیدم. آخه فکر کردم با وجود اون صخره که نور کافی نبوده که بشه نصف شبی سایه‌ای دید. هیچ کس هم قرار نبود تو طول شب از چادرش بیاد بیرون و اگه می اومدم نمیتونست اونجوری مثل مجسمه وایسه. هیچی با عقل جور در نمی اومد. یعنی روح اون شکارچی رو دیده بودم که مدت‌ها پیش گم شده؟ شاید شایعه ها راست بوده باشن. من به هیچ کس راجع به ماجرا چیزی نگفتم. نه معلم هام نه هم کلاسیا. فقط با دوست صمیمیم راجبش حرف زدم که مثل من سایه رو دیده بود. بقیه یا احتمالاً مسخرم میکردن یا فکر میکردن از خودم در آوردم. به نظرم دوستم فکر میکرد خواب دیده، چون وقتی بعد از اردو راجبش حرف زدم اصلاً نترسید. ولی باور کنید من اون شب کاملاً بیدار بودم. من الان 21 سالمه ولی هنوزم اون ماجرا رو مثل روز یادمه. بعضی وقتا فکر میکنم اگه اون شب از چادر میرفتم بیرون چی میشد؟ این ماجرا همین چند وقت پیش برام اتفاق افتاد. یه روز انقدر خسته بودم که حتی چراغا رو هم خاموش نکردم و خوابم برد و دچار فلج خواب شدم. یه دفعه چراغا سوسو زدن و خاموش شدن. نمیدونستم چه خبره، ولی تصمیم گرفتم چشامو باز نکنم.
چون به دلایلی میترسیدم. هرچند سرعت خاموش روشن شدن چراغم زیاد شد و دیگه نتونستم جلوی کنجکاویمو بگیرم و بالاخره چشامو باز کردم. جلوم یه زن بود که به صورتم زل زده بود و سرشو تون تون به این ور و اون ور تکون میداد. وقتی سرشو این ور و اون ور میکرد، نور اتاقم کم و زیاد میشد. یهو نگاهم به نگاهش خورد و از هوش رفتم. وقتی دوباره چشمو باز کردم، صبح شده بود. وقتی دبیرستانی بودم اتفاق افتاد. با دوستم رفتیم توی خونه متروکه. داشتیم تو اون خونه میچرخیدیم ولی چیز خاصی ندیدیم. ناگهان از پایین پله‌های زیرزمینی نوری دیدم. از پله‌ها رفتیم پایین تو زیرزمین. یه مرد اونجا بود. نه، مرد نبود. شیطان بود. و لحظه‌ای که دیدمش حتی نتونستم انگشتم و حرکت بدم. تمام تنم خشک شده بود. دوستم تا قیافه‌شو دید با سرعت نور فرار کرد. من فکر می‌کردم دارم خواب می‌بینم ولی یه واقعیت شفاف بود. صورت، پوست و چشماش همه قرمز رنگ بودن. اون خود شیطان بود. وقتی به هم نگاه کرد لبخند زد و با نرمی گفت حسابی گیر افتادی. میدونی جایی که اومدی کجاست؟ تو یکی از دستاش شلاق گرفته بود و به هم نزدیک شد. وقتی از نزدیک دیدمش فهمیدم مشکل پوستش چیه. تمام بدنش بدجور سوخته بود. زیر لب گفتم یا خدا. خدایی وجود نداره. برای همینم من فرزند شیطان شدم. به هم نزدیکتر شد و بوی بد خون دماغم رو پر کرد. فکر کنم یه شیطان پرست بود، چون اطرافش کلی نشونه ها و وسایل شیطانی و نقاشی های بز و مار و خزنده های دیگه دیده می شد. به شیطان ایمان بیار. تا زمانی که روح تو به شیطان بفروشی هر چی بخوای میتونی به دست بیاری. یه لیوان پر از خون داد دست. به تمام خواسته ها و آرزوهایی که داری فکر کن. همه چیز مال تو میشه. بعد به یه زبان باستانی ورد خوند. همون موقع به شدت دلم خواست که لیوانو سر بکشم. نمیدونم چرا ولی لیوانو گرفتم. اما همون موقع به خودم اومدم و درخواستشو رد کردم. بعد خندید و خونو سر کشید. چند لحظه بعد صورتمو با دستاش گرفت و روم خون استفراغ کرد. بنوش، شیطان بدن تو میخواد. ترسیدم و فقط با دستام جلوی صورتمو گرفتم. استفراغ خونیش همه جا پخش شده بود. دوباره لیوان خونو گذاشت زیر لبم و میخواست به زور وادارم کنه بقیه‌شو بخورم. دهنمو محکم چفت کردم و بعد هلش دادم و فرار کردم. سریع از پله ها دویدم بالا و به سرعت باد از اونجا فرار کردم. میدونستم اگه یکم دیگه اونجا میموندم اتفاق بدی میافتاد. اون همون جایی ایستاده بود و تلاشی برای گرفتن من نکرد. فقط با صدایی ترسناک وردهای شیطانی میخوند. همون موقع از پشت سرم صدای جیغ دردناک هزاران نفر رو شنیدم. حس می‌کردم افتادم تو چاله جهنم، ولی میدونستم فقط من و اون اونجاییم. وقتی اومدم بیرون همه چیز دوباره آروم شد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. شاخه ها تو باد تکون می‌خوردن. پرنده ها پرواز می‌کردن. همه چیز عادی بود، ولی من حس خیلی عجیبی داشتم. یعنی ممکنه دنیای دیگه‌ای وجود داشته باشه که ما ازش بیخبریم. تا همین الانم سوالم حل نشده. اون شیطان پرست تا پلیسا رسیدن فرار کرده بود. فقط لاشه ما رو خزنده های دیگر رو اونجا پیدا کردن. من هنوزم گاهی اونو تو خواب ها میبینم. یه لیوان خون میذاره لب دهنم و میخواد وسوسم کنه و بعد از خواب میپرم. وقتی از اون کابوس بیدار میشم مزه خون تو دهنمه و تشنگی عجیبی واسه نوشیدنش دارم. راستشو بخواید میترسم بالاخره یه روزی شیطان روحمو ازم بگیره. خدای عزیز لطفاً منو از این ترس نجات بده.